قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت یداک. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند زن به خاطر 4 چیز نکاح می شود: به خاطر مالش و نسبش و برای زیباییش و دینش. پس دستهایت خاکالود گردد، زن دیندار را انتخاب کن. در این حدیث جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکند که عموماً زنها به خاطر 4 چیز نکاح کرده میشوند که بعض آنها به خاطر مالداریش پسر آن زن را قبول میکند و به زنی میگیرد، و بعضیش برای نسبش که اولاد دار است و پدردار است، و سیومش برای زیباییش که زنی زیبا است، و 4مش برای دینش. زنها اصلا و اکثرا برای این 4 چیز نکاح کرده می شود. لیک پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید پس تو دیندارش را قبول کن ای مسلمان، نه از برای مالش و نه از برای نسبش و نه از برای زیباییش، تنها برای دینش قبول کن. پس دستهایت خاکالود گردد. که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید این یک دعای نیک است که یعنی برکت میابی ای بنده. زن صاحب دین را قبول کن، زن صاحب ایمان را قبول کن، در دنیا و آخرت سربلند خواهی بود. ای بندگان خدا، ای جوانان، وقتی که شما همسر قبول کردنی می شوید، از پشت مالش مباشید و از پشت جمالش و از پشت نسبش مباشید، بلکه تنها از پشت دینش باشید که آن جوان دختری که شما به زنی میگیرید آیا آن دین دارد یا نه، آیا آن نماز میخواند یا نه، آیا آن امانتی که شما به آن میسپارید آن امانت را نگاه بین کرده میتواند یا نه، یا در امانت شما خیانت میکند. برادران عزیز و مهربان، صاحب ایمان و صاحب دین را قبول کنید و در دنیا و آخرت سربلند باشید.